به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم با خوش یک چند برادران و خواهران اهل اسلام درباره پدر یک حکایه نقل نمایم. و اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. پیش از آن که نقل را آغاز میکنم، خواستم یک چند سخن برای اون شخصانی که از ما قصه های عشق و عاشقی طلب میکنند یک چند سخن گویم. برادران و خواهران و عموما اون جوانهایی که به قصه های عشق و عاشقی میل و رغبت زیاد دارین، به حرمت خداوند اگر به شما قصه های عاشق و شعر و سخن های عاشقی لازم باشد، به کسی دیگر مراجعت کنین، لیکن از ما چنین نقل ها و شعر ها را طلب نکنین، زیرا صحیفه ما فقط برای پند و اندرز است و خلاص. دیگر از سیاست، از اون عشق و از دیگر و دیگر تماما دور هستیم. و قصه که امروز میخواستم برای شمایان نقل نمایم چنین است. مردی با همراهی همسر خود 9 نفر فرزندان خود را با مهر و محبت به واقع میرسانیدند. لیکن روزی با امر الهی همسر این مرد به یک درد بیدوایی دچار شده و فوت میکند و این مرد برای فرزندان هم پدر و هم مادر شده آنان را به واقع میرساند. و البته این مرد با مدد الله تبارک و تعالی فرزندان خود را صاحب علم و کسب و کار خوب می کند و آنها را عائله دار می کند. فرزند کلانی این مرد در خود همون شهر خودش به کار می دارد و فرزند خورده باشد به شهر خارجه برای کار سفر می کند. روزی این مرد از طبیب می شند که به یک درد سخت دچار گردیده است و در بیمارخانه بستری می گردد. از نام این مرد یک بچه خردساله به نزد فرزند کلانی این مرد می و میگه پدرتان در حالتی سخت قرار دارد و میخواد شما را ببیند. از برای اونه که این فرزند کلانی از خدا دور بود، از خودشناسی و از خداشناسی دور بود و به نفس دنیایی و به حیله زن افتاده بود و اون بچه آمده میگه همسر من حامله دار است و نمیخوام که اون را تنها بگذارم. وقتی این سخنها را پدر میشنوه بسیار گریه میکند و در این وقت فرزند خورده این مرد از بیماری پدر از آن همدیهگان خود با خبر میشود و همه کار خود را به یک سو گذاشته به وطن به نزد پدر خود برمیگردد و از پدر آماده میپرسد پدر جان برای چه مرا آگاه نکردین؟ پدر میگوید فرزند شیرینم، از برای که تو در خارج قرار داشتی نخواستم که تو را ناراحت کنم و تا که خدا نکرده به یک فلاکت دچار نگردی. و این پسر میگوید پدر جان شما دولت دنیای خاندان ما هستین و ما فرزندان همیشه باید برای شما در خدمت باشیم. پدر این سخنها را میشنود و بسیار گریه و در آخر در حق فرزندش دعای خیر میکند. پس از 1 ماه پدر صحت میشد و همراهی پسر به مملکت خارجه میرود و در اونجا با همراهی پسرش و نبیرگانش زندگی میکند. از بین چند سال میگذرد و روزی اون پسر کلانی این مرد به یک درد بیدوایی دچار گردیده از برای اونی که رضاگی پدر را نگرفته بود جان از تنش نمی براید. اهل دیهات سراغه پدرش را پیدا کرده به اون خبر بیماری پسرش را میرسانند. پدر با همراهی پسر خردش به نزد فرزند کلانی می آید و می گوید فرزندم اگر چندی که تو در زندگی بسیار خطا کردی و در راه گمراهی افتیدی، لیکن به حرمت خداوند مهربان من از تو رضایم و تو را بخشیدم. الله تبارک تعالی آخرت هر یک ما و شما را به خیر گرداند. گویم دعای خیر میکند
بعد از این و اون پسر جان را به حق می سپارد. شاعر در مصرع‌های شعری خود چنین می گوید: تا پدر راضی نباشد دان که خالق راضی نیست، مادرت راضی نباشد در خاندانت شادی نیست. البته رضاگی والدین، رضاگی پدر و مادر برای هر یک فرزند هم قرض و هم فرض است. خدمت آنها را بی منت ادا کردن برای هر یک ما و شما این یک نعمت بی‌بهای خداوند است، زیرا الله تبارک و تعالی عزت و احترام پدر و مادر را برای هر یک ما و شما فرض گردانید. متاسفانه امروز هستند باز فرزندانی که وقتی صاحب مال و دولت می شوند به اون مال و دولت خود بسیار داده شده در نزد پدر کبر کرده پدر خود را حتی پسند هم نمی کنند. الله تبارک و تعالی برای هر یک ما و شما توفیقی، بندگی و عزت و احترام پدر و مادر را در جایش گذاشتن نصیب روزی گرداند. الهی پدر و مادر هر یک ما و شما را در عفو و عصمت خود نگه داشته راحتی بخت فرزندان دیدن را نصیب روزی گرداند. و آنهایی که پدر و مادرشان ترک دنیا کردند پروردگار مهربان جای آنها را جنت المأوا بگرداند و آخرت هر یک آنان را بخیر گرداند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی یار و مددگار هر یک شما اومد.